قرنتیان 5:7 زیرا به ایمان رفتار می‌کنیم نه به دیدار. آمین. دوم قرنتیان 5:7 زیرا به ایمان رفتار می‌کنیم نه به دیدار. آمین. 2 Corinthians 5:7 For we walk by faith, not by sight. دوم قرنتیان 5:7 زیرا به ایمان رفتار میکنی نه به دیدار. آمین. دوم قرنتیان 5:7 زیرا به ایمان رفتار میکنی نه به دیدار. آمین. We walk by faith, not by sight. دوم قرنتیان 5:7 زیرا به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. آمین. دوم قرنتیان 5:7 زیرا به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. به نام عیسی مسیح. آمین. زیرا به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. دوم قرنتیان 5:7 زیرا به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. میخواستم بهتون بگم که من خود عیسی مسیح رو ندیدم ولی معجزه هاش توی زندگیم بوده و از خدا ممنونم که معجزه کرده واسه من. قلب منو لمس کرده تا بتونم توی این گروه باشم. معنی این آیه هم همینه. معنیش اینه که شماها منو ندیده باور کردین. خداوند تو کلامش گفت که خوشا به حال آنان که مرا ندیده باور کردن. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها دفعه قبل که داستان موسی رو دیدیم فرعون مردم رو آزاد کرد که برن، اما پشیمون شد و تصمیم میگیره که بره و مردم رو برگردونه. میخواین بدونین چی شد؟ منم همینطور. زری بری، خاله مسا، خوبین؟ آماده این داستان رو با هم ببینیم؟ سلام خاله پگاه. سلام بچه ها. خاله مسا، من بی‌صبرانه منتظر داستان امروز بودم که ببینم بالاخره چی میشه. اون فرعون بدجنس میرسه به مردم یا نه؟ الان میریم با هم میبینیم زری بری، ولی اول به من بگو ببینم اگه تو جای موسی بودی فرار کرده بودی و حالا میدونستی که دنبالتن که برات گردونن چه کار میکردی؟ خاله مسا، فکر میکنم قایم میشدم. من که دست و بابا همین الانم گم کردم. نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم. زری بری اونا میرسن به یه دریای خیلی بزرگ، هیچ جایی هم ندارن که قایم شن. وای خدای بزرگ، من از الان استرس گرفتم. خاله مسا، بریم داستان رو ببینیم. پاشید بچه ها بریم با هم داستان رو ببینیم. زری بری دریا جلو فرعون پشت، دریا جلو فرعون پشت. خدای بزرگ کمکم کن. من دستامو ببین، دستام ندارم. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم بیداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. بعد از مردن پسر فرعون در بلای 10 اون به اسرائیلی ها اجازه داد تا از مصر برن.
اونا نزدیک دریای سرخ بودن که فرعون نظرش رو عوض کرد و افتاد دنبالشون. قوم اسرائیل وقتی عرابه های جنگی فرعون رو دیدن ترسیدن. اما خدا به موسی گفت عصات رو به سمت دریای سرخ بلند کن. خدا باد قدرتمندی فرستاد تا آب دریا رو بشکافه و از هم جدا کنه. باورتون میشه یه خشکی وسط دریا ظاهر شد و قوم اسرائیل از وسط دریا عبور کردن. کوهی از آب در دو طرف اونا به وجود اومده بود. بالاخره اونا به سلامت به اون ور دریا رسیدن و حتی کفشاشون هم خیس نشد. فرعون و سپاهش اونا رو وسط دریا دنبال کردن. خدا به موسی گفت تا دست خودش رو دراز کنه. در نتیجه آب دریا به جای اولش برگشت و فرعون و همه سربازاش غرق شدن. خداوند قوم خودش رو در بیابان هدایت میکرد. اون به اسرائیلیا غذا و آب میداد. اونا تو کوه سینا چادر زدن. کوهی که خدا به موسی گفت بالای اون باهاش ملاقات میکنه. وقتی که دور تا دور کوه با دود و آتیش پوشیده شده بود، موسی بالای کوه رفت تا با خدا که به روی کوه فرود اومده بود ملاقات کنه. بعد خدا 10 فرمان رو که بر روی 2 سنگ نوشته شده بود به موسی داد. خداهای دیگر رو پرستش نکنید. بت نسازید. اسم منو با احترام به کار ببرید. سبت رو به عنوان روزی خاص نگه دارید. به پدر و مادرتون احترام بذارید. کسی رو نکشید. به همسر خودتون وفادار بمونید. دزدی نکنید. دروغ نگید. به دیگران و وسایل اونا حسادت نکنید. حالا دیگه اسرائیلیا میدونستن چطوری از خدا اطاعت کنن. خدا بسا دیدی دریا چطوری باز شد؟ دیدی؟ خدای شکر. بله زری بله بچه فرعون اصلا فکرش هم نمیکرد. خدا به موسی نشون داد که موقعی که فکرش هم نمی کنی خدا برای ما راهی مهیا میسازه. آمین. دو خدا خدای شکر. خدای ما اون قوی و عجیبه که حتی دریا رو باز میکنه. شکر خدا جون شکر. آمین زری بری درست میگی. بلنشی با هم بریم یه سرود بخونیم. بچه ها پاشین، میخوایم با همین آهنگو بخونیم و برقصیم. یاریبا Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. بریم بالا. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. دست بالا. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. بیاین پایین. Lower, 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 lower. پایین‌تر. Lower, lower. Bring Satan lower. Lower, 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 lower. Bring Satan lower. Woo! Here we go. بارهایت را به عیسی بسپار، چون او ما رو دوست دارد. بیاین فارسیشم بخونیم. بارهایت را به عیسی بسپار، او دوستت دارد. بارهایت را به عیسی بسپار، به او بسپار. او دوستت. بریم بالا. بالا 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 بالا. عیسی رو ببر بالا. بالا 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 بالا. عیسی رو ببر
ببین بچه ها، وقتی فکر میکنیم که راه دیگه ای نداریم، خدا برامون راهی باز میکنه. خدایی که دریاها رو باز میکنه، هیچ چیزی براش غیر ممکن نیست. آیه این هفته هم اینو به ما یاد میده. لوقا 1:37. زیرا با خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. Luke 1:37. For nothing is impossible with God. کیمیا جان، آیه این هفته رو بر ما بگو. بله خاله، سلام بچه ها. لوقا 1:37. زیرا با خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. آماده این با هم دعا کنیم بچه ها؟ ای خداوند، شکرت میکنم که با تو هیچ چیزی غیر ممکن نیست. دعا میکنم که کمکم کنی که مثل موسی اطاعت کنم و برای تو کارهای بزرگی انجام بدم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها، میتونید 10 فرمان خدا رو توی این هفته یاد بگیرید؟ پس تا شما اونا رو تمرین میکنید، فعلا خدافظ. بچه ها یادتون نره آیتون رو برای ما بفرستین. بفرستین ها، یادتون نره.